آلزایمر چیست و نشانه‌های آن کدامند؟ وقتی می‌خوایم در مورد آلزایمر صحبت کنیم، بهتر اول با دمانس آشنا بشیم. دمانس کاهش توانایی شناختی مغزه که باعث میشه فرد در به خاطر آوردن خاطرات و رویدادها، فکر کردن، استدلال و تصمیم گیری مشکل پیدا کنه. برای همین مجموعی از علائم در فرد پیدا میشه. وقتی این علائم پیشرفت میکنه، شغل و فعالیت‌های اجتماعی فرد رو تحت شعاع قرار میده و عملکرد روزمره فرد رو روز به روز بدتر میکنه. بهتر بدونیم که دمانس الزاماً در سنین سالمندی ایجاد نمیشه. دمانس انواع مختلفی داره. بیشترین نوعش که تقریباً 50 تا 70% انواع دمانس رو هم تشکیل میده، نوع آلزایمره. تو این آموزش میخوایم ببینیم با دیدن چه علامت‌های هشدار دهنده‌ای تشخیص بدیم بیماری در فرد شروع شده، چقدر این بیماری پیشرفت کرده و ما به عنوان مراقب چه کاری باید انجام بدیم. 10 نشانه بیماری آلزایمر. 1. از دست دادن حافظه. ممکنه یه قرار ملاقات، اسم همکار و یا شماره تلفن دوستی رو فراموش کنیم و سپس به خاطر بیاریم. اما در صورتی که فرد به آلزایمر مبتلا بشه، به خاطر اختلال حافظه در انجام فعالیت‌های روزانه دچار مشکل میشه. اغلب مسائل، به ویژه مسائلی که اخیراً اتفاق افتاده رو فراموش میکنه و هرگز هم نمیتونه به خاطر بیاره. 2. دشواری در انجام کارهای روزمره. خب در صورت مشغله زیاد ممکنه گهگاهی حواسمون پرت بشه. مثلا هویجی رو که برای استفاده در کنار غذای اصلی پختیم روی اجاق گاز جا بزنیم و تا پایان ظرف غذا هم به خاطر نگیریم. اما در صورتی که فرد به بیماری آلزایمر مبتلا بشه، به تدریج توانایی پخت غذا به شیوه سابق رو از دست میده و حتی گاهی فراموش میکنه که غذا بخوره. 3. دشواری در بیان منظور و ادای کلمات. گاهی پیش میاد که در پیدا کردن لغات مناسب دچار مشکل بشه که برای همه ممکنه پیش بیاد. اما در صورتی که فرد به آلزایمر مبتلا بشه، گاهی کلمات ساده رو هم از یاد میبره و کلمات نامناسب و بی ربط جایگزین میکنه. در نتیجه جملاتش نامفهوم میشن. اشتباهات دستور زبان و ناتوانی در دنبال کردن یک مفهوم رو هم میبایست به این نشانه آلزایمر اضافه کنیم. 4. سردرگمی در تشخیص زمان و مکان. به طور طبیعی گاهی اوقات ممکنه روزهای هفته، تاریخ، روز و یا مقصودمون رو فراموش کنیم، ولی دوباره با تمرکز اونها رو به یاد میاریم. اما با ابتلای فرد به بیماری آلزایمر ممکنه تو خیابون راهش رو گم کنه و هر چقدر هم سعی کنه نه راه خونه رو پیدا کنه و نه اصلا یادش بیاد چطوری اومده اینجا. 5. ضعف یا کاهش استدلال. در صورت ابتلا به بیماری ممکنه مراجعه به پزشک رو به تعویق بندازیم، ولی بالاخره به خاطر درک از بیماریمون به پزشک مراجعه میکنیم. اما در صورتی که فرد به آلزایمر مبتلا بشه، نه مشکلات ناشی از آلزایمر رو درک میکنه و نه مراجعه به پزشک رو ضروری میدونه. اختلال در تصمیم گیری های ساده‌ای مثل اینکه الان کدوم لباس رو بپوشه که مناسب فصل باشه از دیگر علائم هشدار دهنده هستند. 6. دشواری در پیگیری مسائل زندگی. تو وضعیت عادی ممکنه گاه و بیگاه در رسیدگی به حسابهای مالی دچار مشکل بشیم. اما در صورتی که فرد به بیماری آلزایمر مبتلا بشه، فرد به تدریج ارقام رو فراموش میکنه و نمیدونه با اونها چه کار کنه. 7. جابجا گذاشتن اجسام. هر کسی ممکنه که موقتاً کلید یا کیف پولش رو سر جاش نذاره، ولی اگه فرد به بیماری آلزایمر مبتلا بشه، ممکنه اجسام رو در جاهای نامربوط بذاره. مثلا اتو رو داخل فریزر و یا ساعت مچی رو توی قندون بذاره. 8. تغییرات در خلق و خو و رفتار. ما ممکنه گهگاهی غمگین و یا بد اخلاق بشیم، اما در صورت ابتلا به بیماری آلزایمر خلق و خوی فرد میتونه بدون هیچ دلیلی سریع تغییر کنه، مثلا از حالت آرامش به اشک و خشم برسه. 9. اختلال در شناخت، درک صحیح تصاویر، تشخیص اندازه و فاصله آنها. فرد مبتلا ممکنه به شیئی خیره بشه ولی نتونه اون رو تشخیص بده. به طور مثال سکه ها رو میبینه ولی نمیتونه اونها رو از هم تشخیص بده. بالا و پایین رفتن از پله ها براش مشکل میشه چون نمیتونه فاصله بین پله ها رو به درستی تشخیص بده. چیزایی که میبینه رو نمیتونه توضیح بده. فاصله بین اجسام و خودش و عمق تصاویر رو نمیتونه به درستی درک کنه. نمیتونه بفهمه که الان در چه مکانیه. در برداشتن اجسام مانند استکان چای یا پیدا کردن اجسام مانند گرفتن دستگیره ها به مشکل میخوره.
چهره ها، رنگ ها و اجسام رو نمیتونه از هم تشخیص بده. در تشخیص حرکات دچار مشکل میشه. برداشت اشتباه از انعکاس نور داره، مثل ترس از رفتن به حمام با تصویر اینکه کسی در حمام قایم شده. درک اشتباه از میزان واقعی بودن تصاویر تلویزیون داره. فکر میکنه آدم‌ها واقعا اینجا و پیشش هستن. ممکنه اجسام رو تار ببینه. برای تطبیق نور از تاریک به روشن ممکنه نیاز به زمان بیشتری داشته باشه. ممکنه دامنه دیدش کوچکتر بشه. این سه تا مشکل ممکنه بر خوندن و نوشتنم تأثیر بذاره. در نشستن روی صندلی یا سرویس بهداشتی مشکل داره، چون تشخیص موقعیت و ارتفاع ممکنه دچار اشکال بشه. از فضاهای براق میترسه. مثلا فکر میکنه خیس یا سرعت. 10. کنار کشیدن از کار یا فعالیت‌های اجتماعی. به علت تغییراتی که در سطح مواد شیمیایی تنظیم کننده فعالیت‌های مغز ایجاد میشه، فرد ممکنه علائمی شبیه افسردگی نشون بده و تمایلی به برقراری ارتباط با دیگران نداشته باشه. به خوبی مشخص شده که ارتباط اجتماعی ما خطر ابتلا به انواع دمانس رو کاهش میده. عضویت در یک باشگاه و یا گروه سالمندان میتونه به حفظ ارتباطات اجتماعی ما کمک کنه. آیا هر فردی که علامتی شبیه کاهش حافظه نشون میده به آلزایمر مبتلاست؟ قطعاً جواب این سوال خیره. یادمون باشه اگه فردی فراموشکاری دائم رو همراه با 2 تا و بیشتر از علائم گفته شده رو داره، حتماً باید به متخصص مغز و اعصاب، متخصص سالمندی، روانپزشک و روانشناسان تخصصی مسلط در این حوزه و مراکز مرتبط مانند انجمن آلزایمر و دمانس مراجعه کنه. باید بدونیم هر 1 سال تشخیص زود هنگام 5 سال مشکلات ناشی از بیماری رو به تعویق میندازه. متخصصین بررسی‌های لازم را از طریق گرفتن شرح حال فرد، معاینه فیزیکی، تست حافظه و اسکن مغز انجام میدن و تشخیص و درمان لازم رو پیشنهاد میکنن. مراقب خودتون و عزیزانتون باشید.